یک جنایتگر جنگی چگونه موجودی است؟ موجودی دیوانه با چشمانی پر از آتش؟ هانا آرنت فیلسوف با مشاهده محاکمه آدولف آیشمن مسئول ترابری هولوکاست این تصور را شکست. آیشمن که بود؟ یک مرد متوسط، بی جذابیت و معمولی. او نه از روی کینه عمیق که صرفاً به خاطر ترفیع شغلی و انجام درست وظیفه‌اش در نابودی میلیون ها نفر مشارکت داشت. شر برای او کاری روتین و اداری بود. ابتذال شر به چه معناست؟ آرنت می گفت شر لزوما ریشه در شرارتی ماورای طبیعی ندارد. گاهی از نداشتن قدرت تفکر انتقادی، اطاعت کورکورانه و عادی سازی فاجعه در قالب بخشنامه و دستورالعمل زاده می شود. نمونه چنین آدمهایی را هر روز در اطرافمان می بینیم. و اما یک مطالعه جالب که چندین سال پیش در یک خوابگاه دانشجویی انجام شد نتایج جالبی داشت. یک کیف پول توی اتاق گذاشتن و بعد از یک هفته دیدن کسی اون رو بر نداشته چون نخواستن دزدی کنن. در بخش در بخش دوم یک بسته میوه توی یخچال گذاشتن و 2 روز بعد دیدن همشون استفاده شدن. نتیجه گرفتن که آدم‌ها دزدی غیر مستقیم رو دزدی نمیدونن و راحت تر باش کنار میان. در حالی که مبلغ اون میوه ها از پول داخل کیف هم بیشتر بوده. مثل کارمند بانکی که از پولها چیزی بر نمیداره ولی برای استفاده شخصی از تلفن بانک استفاده میکنه. به این میگن پدیده آیشمن. باز هم یک مثال دیگه. کارمند یک شرکت تلفن که خط تلفن یک خانواده سالخورده رو به دلیل پرداخت نکردن یک قبض کوچیک قطع میکنه. یا پرستاری که به یک بیمار در حال احتضار اجازه ملاقات با عزیزانش رو نمیده. فقط به این دلیل که ساعت ملاقات تمام شده. فردی که میدونه محصولش کیفیت پایینی داره یا حتی ممکنه خطرناک باشه، اما یک کمپین تبلیغاتی فریبنده طراحی میکنه تا اون رو به مردم بفروشه که صدای فریاد و نزاع همسایه رو میشنوه، اما برای تماس با پلیس یا کمک اقدامی نمیکنه چون کار خودشه و نمیخواد درگیر بشه. و در نهایت کاربر فضای مجازی که موج سواری میکنه، شخصی که بدون بررسی صحت خبر یک شایعه مخرب رو درباره یک فرد بازنشر میکنه.